یعنی همون تاثیر متقابل شخصیت و محیط. و من بعد هم وقت دانشجو بودم همین استقلال تفکر، استقلال فکر، استقلال مناسبت با دیگران، هیچگاه از روی گفته تشکیلات و این چیزهای و مثلا تشکیلات کم سمال و دیگران من همیشه موقع مستقل و در علم هم این به من کمک کرد. اکنون وقتی که مثلا این واقعه دیگران سر شد، من حتی وقتی که منو دیرکتور انستیتوت شخصیت تعیین کردن، با وجود من روحاً در عذاب بودم، چون که اون استقلالی که من داشتم در اکادمی علوم نتوانستم نگه داشتن، چون که اونها از یک طرف این ریاست اکادمی من نظارت میکرد، نمیگذاشت که اون چیز فکرم میآید، اون نقشه هایی که در این کردنی بودن روی آب برارم فرصت نداد، تضییق میکرد، فشار میآورد. و از طرف دیگر اون کلکتیوی که انستیتوت داشت